سلام دوستان گرامی. آواز چخیله دوستان عزیز. چیزهای مفید آمدن. یکم لایک، تشکر زیاد. السلام علیکم. سوزن خوبین؟ سلامتی خوب است استاد؟ چه حال دارین؟ چی نگاری و امشب سوال جواب است؟ بله و علیکم سلام و رحمت الله. خوش آمدین. چیزهای مفید امشب سوال جواب است. آواز عجایبات عالمه. خیلی خوشحال شدیم اگر آواز عجایبات باشه. برای که یک گربه برنامه سنجیده بودیم اونقدر کمکمون نکرده بود بگیم ده. خوش باشید استاد. سلامت باشین. چیزهای مفید. یا محمد تریخ سنوی. سلام علیکم. دویم لایک. و علیکم سلام. تشکر برای لایکتون. خوش آمدین. فردوس مومینوف. سلام سوزی استاد عزیز. و علیکم سلام. خوش آمدین فردوس مومینوف. خوش آمدین یا محمد تریخ سنوی. موضوع عزیز و السلام علیکم و رحمت الله. سوزی خوبه؟ خوب هستین؟ معلم. و علیکم سلام. شکر خدا خوبیم. تنجیم شما نغزین سوزین. در افیر اون کمبودی هست دوستان گرامی. نه سوزه بهترین. خیلی خوب. فرهاد تیجی. سلام اکا سیم لایک. و علیکم سلام. فرهاد تیجی چی حال دارین؟ خوبین تنجین؟ خوش آمدین. یا محمد سینوی. من آمدم یکی برآمدم بخشیش هیچ گپ ندارد. یا محمد سینوی. موضوع عزیز و کمبودی نیست. عجایبات از بهترین سوال ها. فرهاد تیجی شکرانه خدا سازیم. اولای تاجیکی در مسکو. چهارم لایک. و علیکم سلام دوستان. نمک سازیم. دوستان سلام و علیکم سلام. خوش آمدین. دیل تیجی. سلام علیکم استاد سازین. خوب انشالله شکر خدا خوبین تنجیم. شما سازین تنجین. افیر 100%. خیلی خوب. نه که ما یک چیز فراموش کردیم. براستی اگر روزی بتونیمش انجام داده خیلی خوب میشود. نام افیر فراموش کردیم نویسیم. باز یک کوشش کنیم یکی میشود. از افیر نبرآمده. سوال قسمی 8 نشده. نام افیر علی شید نشید. خب حالا همینجا داریم تا بچه ها ما جابجا کردن تیاری برای سهر صدیق دیدستن. تشکر زیاد. یا محمد سینوی. فیو پنجم لایک. تشکر زیاد. خوش آمدین. دیل تیجی. هرچی اسپید میکردم استاد. سلامت باشین. تشکر زیاد. خب اویلای تاجیکی در مسکو. فرهاد سلام. دودرجان سازین. فردوس مومینوف. افیری 40 سواله. بله 40 سوال نامش حلش کردیم. علی شید نشید. فراموش کرده بودم. فیوز سلام علیکم معلم سازین خوبین؟ و علیکم سلام شکر خدا خوبین تنجین. شما نازین سازین؟ اولیای تاجیکی در مسکو. چیزهای مفید. سلام دادرجان سازین. سلامتیان چخیر. غربا 0021. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدین غربا.
فیو سلام به همگان، همه کسا سوزین خوبین، دیلتجه همه سوزین خوبین. علیش دیلتجه بهترین، خیلی خوب. علیش ده باشه بهترین. خب دستر خون زیبون علیش نشید. خیلی یه بورگه ببروین عیسر بدروین که سیمپلمن سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین سیمپلمن. فرهاد تجه بله اکانوم افیر علیش بهترین، خیلی خوب. چیزای مفید میشه و الحمدلله. خب کامنتری که با ما ترا داشتم امشب بخونیم. دیلتجه 40 سوال 8 قسم. بله 40 سوال، بله 40 سوال قسمی 8. من در دنیای زبان ها نشان میتید. نامش علیش کردیم یک بار، اگر براین ببروین علیش میشه، خود نبروین هیچ کار نمینه. ها ایواز شد استاد، یا در بعضی کسا ایواز شد از نامش. نه علیش نشد. من در فیو تسته فیداست میرم نه علیش نشده. خب فرهاد تجه hello how are you. خب اکنون یک لحظه که از اینجا شویم خیلی خوب. 12 نفر حضور دارن. آواز در هم اگر خوب باشه سوالا را خواندن شروع میکنیم. در این برنامه یک بار تجربه کرده بودیم، موفق نشده بودیم. اکنون ببین اگر خوب باشه به همین دوام میتیم. حاضر که بینیم اکران نمایان میشه و نمایان شید. آواز عجیباتی عالم بهترین. یا ما تروکس نوی استاد یا سوال 2 ضرب 2 نیسته برای ما را تیز جواب بدم تا 5 کرده می شود. انشالله سوال آسان هم هسته. سبشست و موندم آمدم. تشکر زیاد. اپای دیلیا تشکر زیاد، خیلی مینادار هستیم. خب فکر میکنم که اکران دیاره همخینه. بازی در اکران سوال جواب و همخینه. اگر ناتوری باشه خبر مکنین، خواهش میکنیم. بازی اکران در من نشون دیسته که سوال جواب هست. استاد یک اوقات خرین تل به زوگ میستد. خوب انشالله. Dark Line Music goodbye من همینجا. بله همین خیلی خوب. پلیوس بهترین. تمام خیلی خوب. خیلی خوب. دوستان گرامی، برنامه 40 سوال است. در طول 1 دقیقه باید جواب داده شود. طول 1 دقیقه ده. و کسانی که از 10 سوال زیاد جواب میتن اونها غالب دانسته میشوند. و هر درس، هر برنامه سوال جواب ده بعضی از دوستان بگیم که دستگیری کرده بودن 500 روبلی مونده بودن. خب در این افیر بگیم از حساب خودمان میشود. چخیلی که یکم افیری برنامه سوال جواب وعده کرده بودیم. یعنی
барномаи 40 савол бо 40 сомон. Яъне чӣ хел касе блогер бошад, агар ғолиб омад, тамоми плейлистоша тамошо мекунем. Хуб, лозим бошад сурат мегирем, роиш мекунем. Аммо агар блогер набошад, 40 сомон мукофотпулӣ дода мешавад. خب تمام. خب اگر بلاگر نباشه 40 سوم هدیه پوله. خب برنامه 40 سوال ششم در رسیدیم. برنامه اول هفتم در رسیدیم و برنامه 40 سوال نوبتیش می شود رقمی هشتم که امروز است. خب دوستانی که نو اومدن کامنت‌هاش نخونده باشیم معذرت می‌خوایم. سلام داده باشن. علیکم بر سلام، خوش آمدین و همتون بار دیگه خوش آمدید میگیم. میگذاریم به سوال رو خوندن. خب فاطمه زهرا السلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. فیو معلم کودکاتون میگه جوابورم نشان دادیست تن پاپا. او بله سوال بالا بودن اومدن آگاه میکردن که شما سوال رو نشان دادیستین، یعنی مولی نرستین تا سوال امروزه. خب میخونیم سوال یکم. امروز 40 سوال رقم 8 است. خب کی باشد؟ کلمه ژورژ چی معنا دارد؟ کلمه ژورژ چی معنا دارد؟ رفتیم. کلمه ژورژ چی معنا دارد؟ شیخ تجی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم سرش کردیم. خب این از اکران نشان داده است. دیگه نمیتونیم که سوال یک بار جواب شبینه با دوام بدیم. خب وقتی با سوال جدا کرده به پایان رسید، یعنی سخت، ژورژ، یورژیک باشد، ملایم، بهترین درس ها. تشکر محمد یعقوبوف. سخت، کرخت، نه. خب جواب درست پیدا نشد. جواب درست نشان میتیم. گپی بیهوده، سخنی هرزه، بیهوده گویی. ژورژ گپی بیهوده را میگن، سخنی هرزه، بیهوده گویی. خب کازان تجی السلام علیکم دوستان عزیزم. همه کس خوبه نغزین. و علیکم سلام اپای کازان، خوش آمدین. چه حال داریم؟ خوبین؟ تنجین سیمپل می نوشتین که ایمان دیر رفت. اکنون از تلفن میبینم. خب یکمی نفر که نوشته اینجا سخت نوشته است. ژورژ گیاه یا اینکه گپی بیهوده میگویند. فهمو شما گپی بیهوده نوشتین. پیش از وقت بوچیدن نوشته بودین که سیمپل من یا بعد وقت بوچیدن؟ اگر پیش از وقت بوچیدن نوشته باشین قبولش کنیم جوابتونه. سیمپل من همینجا هستین. من روان کردم که بود شید وقت. خب قبولش میکنیم. سیمپل من.
ба як савол ҷавоб додан. Готовим дома. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадед. Готовим дома. Пешай вақт буд, ман дидам. Хеле хуб. Хуб, давом метем. Саволи дуюм. ҷон Тоҷикистон фарзандат ҳастем. Давомш чӣ боша? Дар хизмати ту камар бубастем. Шаъри кист? Фею ман намегӯям дастархонзи бо ки шумо метавонед, мегӯям англисиро хуб медонед. خب همین جان تاجیکستان فرزندت هستیم، در خدمت تو کمر ببستیم. شعر کیست؟ خب میرزا ترسونزاده لایق شیرالی. متاسفانه این برنامه خوب، اما وقتی بخوایم سوال ببینیم دیگه نمیتونیم دیده، چون که باید که چی است حاضر ببینیم. نه و نیست. 25 ثانیه دیگه موند. خب دوستان ایخه بخونیم نمیشوه. آواز سازه میخه. اگر ساز باشه میخه بخونیم. خب جواب درست حاضر نامده است. وقت بود شد. خوب نظر کلدی. آواز سازه. خب همه خیلی بخونیم تا که وقت شما را کمتر بگیریم. فردوسی نه. من چه نشون دانم زیباجون بس من بخونین همه خیلی. خب مرسی مرشکر. خب همینجا کی درست جواب دادن؟ فاطمه زهرا درست جواب داده، اما نمیدونم پیش از وقت بود یا که بعد از وقت. فاطمه زهرا پیش از وقت بود یا که بعد از وقت؟ فاطمه زهرا میرسعید میرشکر درست گفتین. پیش از وقت بود یا که بعد از وقت؟ پیش از وقت بود، بهترین. خوب قبولش میکنیم. فاطمه زهرا. با یک سوال جواب دادن. تشکر زیاد. سوال دیگر را میخونیم. جورابای آخونوف کیست؟ جورابای آخونوف کیست؟ یعنی جواب با یک کلمه کفایت میکنه. یک کلمه یا دو کلمه، یعنی شرح حالش لازم نیست. مثلا اگر یک کس بگیم فلانی کیست، میگیم خواهی اکتیور است، یا اینکه مثلا ترجمان است، یا دیگر. مثلا با یک کلمه جورابای آخونوف کیست؟ وقت میتیم. وقت رفت دوستان. نه این شاعر مثلا شاعر یک صفت عمومی است، اما خب شاعر نیست، این قبول نمیشه. شاعر نیست، حافظ نیست، نویسنده نیست، سناریست نیست، سراینده نیست. سراینده نیست، پند نیست. خب با پامیری ها یادم میدیه هوای باشد. نیست، دهخان نیست، اکتیور نیست. نوازنده حالا لحظه که قریب آوردن نیوای نیست. متاسفانه وقتی با سوال داده شده تمام شد. نویسنده نه، آقاخان نیست، رژیسور نه. خب
ای کجا بیایم در سرخان زیبا سوال رسام نه. خب جورابای آخونوف آهنگساز است. آهنگساز. آهنگساز. خب آهنگساز. سوال چهارم. سوال از فن موسیقی. سوال از فن موسیقی. صداها با چند گروه جدا می شوند؟ صداها با چند گروه جدا می شوند؟ معذرت دوستان گرامی، فراموش کردیم که وقت گیران کنیم. خب شیخ تیجه دو. خب یعنی باید که پره بگیم، یعنی با چند گروه جدا میشه کدامان همون گروه ها مثلا. یعنی یک کس که مثلا با 3 گروه خب بگه که هم 3 گروه کدام هستن، یا 4 گروه همون 4 کدام هست مثلا باید بگه. این از فن موسیقی هست. از فن موسیقی با 2 گروه جدا میشوند. جواب خب با 2 گروه خیلی نگفتیم. همون 2 گروه کدام است؟ چی سوال بود؟ سوال یکی برادر محمد صالح. سوال از فن موسیقی است. صداها با چند گروه جدا می شوند؟ جوابش که ایده هم نمبر اومد 2 گفتیم. بله 2 اما همون گروه ها باید نمبر کنیم که کدام گروه ها هستند. بود شد متاسفانه. خب چکنیم جواب نیست. صداناک هم صدانه غربایی در ساحه زبان های زبان آموزی، یعنی در زبان صداناک هستن، هم صدا هستن. اینها آواز هستن، حرف هستن. اما در ساحه موسیقی مثبت منفی نه. خب آوازها با 2 گروه صداها با 2 گروه جدا میشن. صداهای فارم و صداهای نافارم. این از فن موسیقی است. اگر کسی کتاب موسیقی راست نمیدونم صنفی چند بود، از همین کتابای مکتبی است. یه بار نگاه کنن میاباش. سوالا روی اکران برایت التماس بهتر میشود. سوالا رو روی اکران رو بله بهتر میشه. گفتی شما درسته، اما بعضی سوالا رو ما جوابش نمیدونیم، مجبور هستیم که یه بار نگاهش کنیم. خب ما اجازه روی اکران میبریم سوالا رو. یک لحظه. خب برامد. شیخ تیجه نوشتن که بعد من گفتم در اینجا گفتین باز میبینیمش موسیقی غیر موسیقی نیست، فورم است نافورم است، یعنی در ساحه موسیقی. خب برآمده اکران برآمد. خب سوال پنجم. کلمه خار در ساحه موسیقی چی معنا دارد؟ کلمه خار در ساحه موسیقی چی معنا دارد؟ بله تشکر جناب معلم، سلامت باشین. کلمه خار در ساحه موسیقی چی معنا دارد؟ بازم این وقت فراموش کردیم. خب خار یک معناش یکی خاری گل، خاری درخت مثلا. یک معنی دیگهش خار یعنی ذلیل، پست. خب معنایی که در ساحه موسیقی استفاده می شود. همه کسا می خوانیم. با یک صدا خواندن عمومی. خب اینجا فرهاد تیجه اگر جواب قبول کنیم از فرهاد تیجه شاید که نزدیکتر باشه.
و شیخ تجه نیز درست. بله، هم از فرهاد تجه را قبول میکنیم هم از شیخ تجه را، چون که عیناً به اون سوال جواب آمدگی نیست اما نزدیک به همون است. خب فرهاد تجه با یک سوال. خب باز که با شیخ تجه، شیخ تجه. خب جواب نشان میتیم، یعنی خور در ساحه موسیقی همسرایی، یک جای سراییدن، گروگان که یک جای سرود میخوانند، خور عمومی. یعنی در اینجا از شیخ تجه و فرهاد تجه جوابشون قبول شد. گاتویم دوم کلمه خور، بسیار کس خور شده سرود میخواند، همین معنا داره. سوال نیافته چی؟ سوال یافتن که فرهاد تجه و شیخ تجه یافتن. خب به هر دوشون یک خالی دادیم. سوال دیگر را میخونیم. صوت یا اینکه حرف، صوت های موسیقی یا اینکه حرف های موسیقی چند تا هستند و کدام هایند؟ یک دقیقه وقت. صوت های موسیقی یا اینکه همون حرف های موسیقی چند تا هستند و کدام هایند؟ خب فیو فرهاد امروز دلشاد نیست، ایتنی وایو من جواب ده. فاطمه زهرا با موسیقی. اما حرف های موسیقی که چند تا هستند و کدام هایند؟ گرابا چی با فقط موسیقی از هر فن گرفتگیم؟ ولی گفت من سوال میکنن بازی با دیگه فن میگذاریم، از هر فن گرفتگیم. خب در اینجا بعضی هاتون رقم درست نوشتین اما هم را باید بنویسین کدام ها هستند. کدام پر را بنویسه جواب همون قبول است، به شرطی که در یک دقیقه جواب داده باشه، برای که از اینترنت از دیگه جو چی نشوده. وقت بود شد. خب اویل تاجیکی در مسکو دو رو می فا سول یا سین 1 2 3 4 5 6 7. خب یک تاش خطای. وقت بود شد دیگه در این چیز ننویسین. در این مسئله دو ری می فا سول یا سی. شیخ تجه جواب دادن، شیخ تجه پر جواب دادن. یا فن سوال دو دستی که استاد در ما عموما معقول نیست. باز دیگه فن میگذاریم. یک لحظه فقط. فروخشا سعیدov سلام علیکم، همه کسی سازین خوش باشین برادر. اپا لایک فراموش نکنین برادر. و علیکم سلام، خوش آمدین فروخشا سعیدov. خب اینجا جوابی کی پورا با شیخ تجه. شیخ تجه علاقه با دو سوالش جواب میتن. خب سوال دیگر را میخونیم. 7 تا هستند و اینها هم دو ری می فا سول لا سی. در زبان تاجیکی لا میشه، در زبان روسی لیا میشه. لیا یعنی هر دوش آمادگی در کتاب موسیقی، کتاب مکتبی داد. سوال هفتم میخونیم. آن چیست که هر ماه از نو تولد میشود؟ آن چیست که هر ماه از نو تولد میشود؟ یکم من جواب دادم. اویل تاجیک گفتم شما را خواندم، فقط یک حرف تون خطا بود. یک حرف تون خطا بود. اینجا نگاه کنین، یا شما نوشتین و یا نیست، لیا های. لیا یعنی لیا های. خب فروخشا 11 لایک، تشکر زیاد. فردوس من اویلک موضوع عزیز و ماه. بله درسته. یکم جواب موضوع آمد. خب اکران نشون تیمه. یکم تلفن همون دیار هست نیست.
خب موضوع یکم اومده اینجا دامن موضوع عزیزова. وقت خب یک سوال جواب دادن موضوع عزیزова. میگذاریم به سوال دیگر. بله ماه است. خب ماه همه ماه نوشتن بهترین. خب سوال هشتم. آن چیز که پا ندارد اما در گوش می درآید. آن چیز که پا ندارد اما در گوش می درآید. باز همین وقت فراموش کردیم. خب موضوع تبریک مو آواز. بله караганда آواز است. آواز караганда جواب دادن караганда نامشون بنویسیم. شما دین караганда караганда با یک سوال جواب دادن آواز است. خب بعضی در اینجا گوشکاوک نوشتن بعضی دیگه چی نوشتن. خب جواب سوال از جایی که ما پیدا کردیم آواز نوشتگی بود. آواز صدا آواز صوت. خب سوالی نهم میخونیم. هر چیزی را که در آتش پرتویم آب میشود. خب یا ملایم میشود اما یک چیز است وقت آن را به آتش میپرتویم به جای ملایم شدن سخت میشود. چی است وای؟ سوال فهمو شد؟ نفهمو باشه در روی اکران هست. خب فرمود تیجه آهن نوشته. نه آهن وقتی میپرتیم ملایم چی میشود؟ ملایم میشود آب میشود. یعنی ملایم میشود. سیمپل من بچه ها 19 نفر نکیش 6 لایک یا لایک شفا کنین. بهترین دوستان گرامی هم لایک یک زیر کنین تا که با 3-4 نفر هم جمع شود خوب میشود. خب فرمود تیجه یخ نوشتین. نه یخ آب میشود اما ما میگیم که سخت میشود. الومین آب سرب نه سخت میشود سرد. و فیلم نفهمیدین شما. یعنی ما در آتش چیزی را که پرتویم یا ملایم میشود یا آب میشود. اما یک چیزی هست که وقتی او را در آتش میپرتویم باید سخت میشود. برای دوستان گرامی کسی اگر لایک نمونده باشه خواهش میکنیم هم یک لایک مونین. اگر آبونه نشده باشین خیلی آبونه همشین انشاءالله که خوشحال هستین. وقت بود شد متاسفانه یکون جواب نامد. سنگ لای طلا خواب گوشت طلا لای نه یکون جوابی درست نامد. کمر نه سرب نه این چیزایی که شما نوشتین این چیزا رو همش پرتویم ملایم میشون یا ملایم میشون یا آب میشون. یعنی سوالی ما این بود که یک چیزی هست که وقتی در آتش در علو میپرتویشه با جای ملایم شود سخت میشود. یعنی فهموشید؟ تشکر سیمپل من بچه ها 21 نفر شدیم. خب ششلیک نه ششلیک در علو نه پرتو که در بالای علو میگیش. این یک چیزی است که در درون علو یا خاکستر یا که خاکستر نه همون علو داخلش میپرتویش. یعنی خب جواب نشان میدیم. تخم است. تخم یعنی همین تخم یا کنیم وقتی تا علوش میکنیم با جای ملایم شود سخت میشود. همین نیست تخم. یعنی این سوال ما از جای پیدا کردیم یعنی تخم نوشته بود. کمر سنگ خاکستر زیبا وطن و علیم انده. خب تخم است چیز جواب. سوال 10 میخونیم. سوال 10 میخونیم. دریایی که در وی آب نیست کدام دریا است؟ یعنی همه دریاها آب دارن همین خیال نه اما یک دریایی هست که در وی آب نیست.
باز همین وقت فراموش کردین. یا اون کس ما را خاطراتون کنه که اب بچه وقت کلوچی نکردی. این سودای منطقی بود است. این سوالی منطقی بود است. کدام همون تخم میگه نه منطقی نیست، یعنی واقعا وقتی میپرتویمش سخت میشود. یا که دریا رو در نظر دارین، دریا خیلی ایقا منطقی خچی در و نه آواز نیسته ولی اوژف دریای قاغنه، دریای گلوبوس خریده. شیخ تیجه لایک. شیخ تیجه یفتن بعد سوالش جواب دادن. شیخ تیجه تشکر. بعد سوالش یا که 3 سوال شد. شیخ تیجه شما نوشتین، اگر من خطا کردم بگین. ولی دریا در خریطه است، یعنی در خریطه. دریا در خریطه 3 تشیده که شیخ تیجه کبدی تشید با فکرم 3 تشید. اگر خطا کردم بگو خطش میزنیم. خب 3 تا درست. سوالی جواب نشوندیم. دریایی که در خریطه است. خب سوال 11 هم میریم. سوال 11 وای چیز که هنگام خریدن، یعنی وای سیاه است اما در حالت سیاه بودنش ما از او هیچ فایده به دست نمیاریم، اما وقت سرخ می شود ما از او بهره میگیریم. چی است؟ اکا در همین جایی کی را در نظر دارین؟ پنجاکین تیوی هم لایک تشکر زیاد خوش آمدین. فیو فراخشور شکرانه خداوند سوزین شما سوزین. شیخ تیجه 3 چخه 3 تمام اومد رسی. خب اوچه اسمایخون جواب دادن کمور، یعنی در اینجا ما برگرد بینم که اول جوابی کی اومده گیاه. بله در خریطه ای سوال پیشک نبود. از سوالی نو یکم اوچه اسمایخونه کمور است. کمور بله. اوچه اسمایخون در سوال جواب دادن. تشکر زیاد. خب انگشت یا که همون کموری گفتگیتان. سوال 12 کدام عقرب آدم را نمیگزد و نه آزار میدهد؟ یعنی عقرب عادتا یعنی آدم یا میگزه یا آزارش میدهد. اون چی میکنه مثلا؟ اما یک عقربی هست که آدم آزار نمیده. خب رحمت الله سمیه خون تبریک. قابل باشونه بجام سمیه خون تبریک. شیخ اول وی چی؟ خب وقت رفته است. اقرب رو نمیدونین؟ اقرب چی میگن باید؟ چون اقرب همش نیدگیش امروزی اقربی مرده نه. سوال منطقی است دوستانی عزیز، سوال منطقی است. خب بله جواب پیدا شد. در یکم اینجا کی نوشتگی است؟ فیو اقربک ساعت. تشکر زیاد فیو. اقربک ساعت فیو به سوال جواب دادن. تشکر. اقرب چی؟ اقرب کجدو میشوند، یعنی از جهتی بگیم چیزای حشراتی که حیوانات، یعنی با فیلم کجدو میشه اگر خطا نکنم. اما اقربه که ساعت هست که چک 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 اقربه که ساعت هست. سوالی 12 بودن اقربه که ساعت.
شما در رحمت معلم سلامت باشین. خب سوال 13 آن چیست که هر قدر به پیش می رود از دمش کم شدن می گیرد. هر قدر که به پیش می رود از دمش کم شدن می گیرد. آب نه، سایه نه، مار نه، سایه مار، سایه عمر نه. خب سوالی منطقی است. چیزایی که شما نوشتین شاید درست باشن در دیگر جا مثلا، اما من سوال ایجای پیدا کردم که دیگر چیز بود. دره باشد، دریا باشد. نه دریا نیست، کرگنده. خب و مثل همین شما نوشتین یعنی عمر، سایه، آب، دریا بس و مثل همین است یعنی ویم، اما دیگر چیز است. روز، عمر، روز، ماه، سین و سال نه. خب این سین و سال هم تا چند میره کوتاه شده میگیرم، اما این دیگر چیز است. سوال منطقی است. آب، پاییز، ساعت مونه. ساعت موندگیم که به فعل ساعت موندگیم روز، ساعت مونه. ساعت موندگیم رفته ثبت کو بود شد. شب و روز، وقت نه. ساعت بود شده، وقت بود شد. پاییز، ثانیه، پای افضل، وقت نه. خب جواب یک نقطه بس از ما نه. پنجکن سوزی موضوع قدم گذاشتن نه. خب سوال نشان میتیم، جواب نشان میتیم. رشته را تا چند میدوزیم، لباس وقتی میدوزیم از دومش کم شیدن میگیره. رشته، قطاره نه. خب سوال 14 میخونیم. نامی میوه‌ای که او را هر اینجا نوشتگی نادرست است، هم از راست و هم از چپ یعنی برعکس هم خوانید، نه معنایش تغییر می‌یابد نه شکل کلمه‌اش. وای کدام میوه است؟ دیگه تجوی زنها باید تستر میافتنش متاسفانه. سوال فهمو شد؟ خب شیخ تیجی جواب دادن توت. شیخ تیجی توت. جواب شیخ تیجی قبول شد. جواب شیخ تیجی با 4 سوالش جواب میتن بهترین. خب شیخ تیجی توت بله درست. خب توت است. سوال 15 هم در نگذاریم. وای چیز که تا چند از وای میگیریم وای زیاد و کلان میشود. رو تو بور نوشتیم. گفتین زنها داره دیاد آمد توت. نه من در زنها گفتم یعنی چی را در نظر داشتم؟ رشته را مثلا زنها بیسته با دختن سر کار دارن. صدبرگ سلام و امروز یک شنبه ای خاطرم بر آمده. خوش آمدین صدبرگ علیکم سلام. شیخ تیجی تبریک ماه و سال نه. سوال 90 را جواب دادید نه درست. وقت جدا نکردیم. آب نه، درخت نه، چشمه نه.
زمین، آب، میوه، مو. جوابی درست توضیح نامده است. سوال یک بار دیگر گویند. وای چیست در اکران هست؟ وای چیست که تا چند از وای میگیریم وای زیاد و کلان میشود؟ پسنده او سمیه. سلام علیکم. و علیکم سلام. افای سمیه خوش آمدین. برف، حوض آب، نفس، سوزن خوبی همه کسر. شکر خدا خوبیم تنجیم خوش آمدین. خب آب نه، هوا نه. وقت به پایان رسید. خب جواب نشان تیم. خب جواب چقوری. چقوری یا که غار، یک چقوری را وقتی میکنیم تا چند گرفتن میگیریم و چقوری زیاد میشود هم کلان میشود. کرونا ویروس. خب سوال 16 هم میخونیم. در یک دقیقه 60 ثانیه است. در یک شبانه روزی یعنی 24 ساعت چند ثانیه است؟ این در همین 60 ثانیه ما که کیمیا سدبرگ وقت نام. خب در یک دقیقه 60 ثانیه است. در یک شبانه روزی یعنی 24 ساعت چند ثانیه است؟ نه نادرست. دلشاد جان آمدن یافتن. دلشاد 86400. بله دلشاد جان آمدن یافتن. السلام علیکم. و علیکم سلام خوش آمدین. و شیخ تیجی نیز یافتن. یکم خیلی دلشاد یافتن. دلشاد جان خب به یک سوال جواب دادن. دلشاد هفته گذشته شما برد کرده بودین نمیخینه؟ شما هم نفره نه؟ دلشاد تیجی آیا مبلغ خود رو گرفتید یا نگرفتید؟ یعنی اون چیزی که او برادر وعده کرده بود گرفتین یا نگرفتین؟ خب کرگنده 86400. بله من رفتم یگان چیره نمیدن. خب زیگ نشین اپای سمیه. اگر ندونای هم انشالله یگان چی یاد میگیریم. دلشاد جون معلم چی حال داره؟ شکر خدا خوبیم تنجیم. علیکم و سلام دوداره دلشاد جون. گتایم دمو پزنده من هم نمیدونم. دلشاد جون بله معلم. خب این غالبی سوال جواب هفتم قسم هفتم دلشاد جون بودن مبلغ شما گرفتیم. خب سوال دیگر هم میخونیم. سوال 17 کلمه دبیستان چی معنا دارد؟ دبیستان دبیستان چگونه که در اکران است. دبیستان شیخ تیجه مکتب نوشتین درست. شیخ تیجه مکتب نوشتین درست. در نظر که کم در بولو رفتین.
бале мактаб. Шайх теҷа якум ҷавоб додан мактаб. Ташаккур. Шайх теҷа аллакай ба панҷум савол аст ҷавоб метан. Шайх теҷа қариб омаден. хоб 4 савол дига монд. бале ҷавоб мактаб аст. саволи 18 мехонем. 18 дасту по надорад, ҳамаро меҷунбонад. чӣ аст вай? дасту по надорад, ҳамаро меҷунбонад. чӣ аст вай? хоб садбарг дар гоҳи илму маърифат. бале фею шайх ход бараки телефоти шумо приямуеч. хоб оилаи тоҷикӣ дар Москва навиштан. Шамол. бале якум дар ман оилаи тоҷикӣ омадааст. оилаи тоҷикӣ дар Москва. оилаи тоҷикӣ ба як савол ҷавоб додан. Ташаккур. бале шамол аст. шамол. хуб дигарон низ ҷавоб додан дуруст, аммо якум дар ман оилаи тоҷикӣ омадааст. хоб шамол. саволи 19. шутурмурғ метавонад худро парранда гӯяд? шутурмурғ метавонад ки худро парранда гӯяд? казан теҷа то савол мода меояд ҷавобша мебинем. барое ки аз сабабш интернете апаи казан да баъзеҳо ҳамин гапое ки задастем тез мерасад, да баъзеҳо дер мерасад. да касе ки тез мераса масалан ӯ аллакай ҷавоб мета то шумо да мераса ки аллакай ҷавоб дидастем. яъне сабабш интернете. готовим дома устод мада ключ битен. барои чи? ключ мутаассифона ҳеч када дода намешавад. маъзарати зиёд. табрик. казан теҷа не. шайх. бале не ҳо. ин саволи 19 шутурмурғ метавонад худро парранда гӯяд. хоб иҷа ки якум ҳоёне гуфтагияй. казан теҷа саволи ҷавоби апаи казан теҷаро қабул мекунем. апаи казан теҷа ҷавобтон дуруст наметонад, чунки гап зада наметонад. казан теҷа. апаи казан теҷа табрик. очес мехон гап зада наметонад. бале дуруст. шайх теҷа гуфтем ки бале ба оилаи паррандагон. бале ба оилаи паррандагон дохил мешавад, аммо худаш гуфта наметонад ки ман парранда ҳастам, барое ки гап зада наметонад. хоб шутурмурғ саволи 19 не, чунки вай гап зада наметавонад. яъне ҳам неш муҳим буд. саволи мантиқӣ буд. хоб саволи 20. Can you buy a goat? тарҷума кунед амира ба забони русӣ. Can you buy a goat? якум ман навиштам. оилаи тоҷикӣ дар Москва. овози ман як бор дига мебинам. ина нигоҳ кунед. якум апаи казан навиштагем. дуюм шайх теҷа бале навиштам. ба сеюм шумо оилаи тоҷикӣ дар Москва не навиштагем. агар дар экран диёр боша нигоҳ кунед. намедонам чапана агар нишон натия. хоб савол чӣ буд? Can you buy a тарҷума кунед ба забони русӣ гуфтем. хоб куки тарҷума кард. можно купить козу. дилшод теҷа навиштан. можно купить козу. хоб дукаш ҷавоб додан. ида хона биё мешавад. караганда ида хона биё. можно купить козу. хоб ҷавоба нишон метем. хоб ты можешь купить козу. хоб аз ҷое ки мо пайдо кардем, яъне ин хел навиштагӣ буд. аммо можно купить козу. ҷавобе киро қабул кунем. можно яъне мумкин аст ки ту бихарӣ, аммо дар ин ҷа
can you اومده است، یعنی تو میتوانی. آیا تو میتوانی؟ سمایا خان yes I can. خب دلشاد ترجیح جواب دادن ты можешь купить козу. دلشاد جان امیر پیش از وقت بوچیدن جواب دادن یا که بعد پیش از نشون دادن نوشتین؟ یعنی ты можешь купить козу من نشون دادم اکران پیش از این نوشتین یا که بعد از این؟ اگر پیش از این باشه قبولش نکنیم، اگر بعد از این باشه خیلی قبولش نکنیم. کنه ویسین یکون چی؟ ты можешь купить козу. شگری همه переводчик. گوگل خطا گفته. معلم پیش ای نشان دادم. خب ما الان قبولش میکنیم نه که داو گفت ما خنده شگری همه переводчик. خب دلشاد جان قبول جوابتان بعد سوال جواب دادیم. ما نوشتیم اگر خطا باشه خبر میکنیم. پیش از این نوشتم. بله خب بهترین. سوال 21 رو میگذاریم. سوال 21. کلمه شرف، شکاف، شبکه رو به زبان تاجیکی ترجمه کنید. کسی همین سه کلمه را به پرگی ترجمه کنه. یک تشکر، دو تشکر قبول نیست. همین سه تا به زبان تاجیکی ترجمه کنه. معلم اول من نوشتم ولی اولجایف. ولی اولجایف باز بینیم که ولی اولجایف نه نامده که ولی اولجایف. شما جا کلمه شمال نوشتگین بعدا شاید آواز ما دیر رفتگی شما سوال پیشنهاد نظر داریم. خب فردوس مومینوف گردنبند جوان خب پرنست و چه اسمی خون گردنبند کلاپوش مبل با جوان نوشتین. خب پرنست اولای توجیکی در مسکت جوان گردنبند کلاه سرپوش. بله اولای توجیکی جوابتان درسته. اولای توجیکی بعد سوالش جواب میتن. تشکر زیاد. خب جوان کتاب کلاه. خب اولای توجیکی جواب دادن گردنبند جوان کلاه. سوال 22 درازی خط استوا یعنی اکواتور چند کیلومتر است؟ یعنی خط استوایی را میدونیم در خریطه یک خط استوایی است که در بین خریطه است. همون خط خریطه همون را خط استوایی میگن یا که خط اکواتور میگن به زبان روسی. همون خط چند کیلومتر است؟ یعنی اگر از این لبی خریطه بگیریم تا این لبی خریطه را چند کیلومتر است؟ یا اگر گلوبوس باشه مثلا گردوگرد حسابش میکنیم. خب 30 ثانیه دیگه وقت ماند. جواب درست حاضر نیست. ای قرار را رفتن شب کن. یکم من نوشتم صدبک چی نوشتین؟ یادم پیچ. شما سوال گذشته را بفرمایید نظر دارید نه؟ وقت بود شد جواب دلشاد جان قبول است. دلشاد جان درست گفتین 40,000 کیلومتر است.
یعنی در بعضی جا 40-75 آمد، در بعضی جا 40، یعنی در بسیار جا 40 گفتگیان 40,000 کیلومتر. خط استوا، خط اکواتور 40,000 کیلومتر. خب سوال نوبتی، سوال 23. قله بلندترین جهان چی نام دارد و بلندیش چند متر است؟ سوال فهمو شد؟ منوت گیرون کردیم. قله بلندترین جهان چی نام دارد و بلندیش چند متر است؟ خب این قله بلندترین شاید بسیاری ها دانند، اما همون بلندیش چند متر مهم است. خب وقت رفته است. بله دلشاد جان درست جواب دادیم. باز من اکران گیرم کنم. اورست خب با زبان روسیه، با زبان تاجیکی جامولونگما بلندیش 8848 متر است. خب دلشاد جان جواب دادن. کازم تجه استادی دفعه فقط سوال راهگردی را میدی. خیلی بنابرد میریم ده که خب کی جواب داد؟ دلشاد دادن. دلشاد با 4 سوال جواب دادن. خب دلشاد و شیخ تجه پیشرفت هستند. شیخ تجه 4 سوال دیگه تمام و دلشاد شیخ تجه 5 سوال موند، دلشاد 6 سوال. پنجاکن تیوی کیه کانالی مرا گرفته. خب سوال نوبتی را میخوانیم. سوال 24. مساحت کره زمین چقدر است و چند فایز آن آب است و چند فایزش خشکی؟ پای کازم با میگن. مساحت کره زمین چند قدر است و چند قدرش خشکی است، چند قدرش آب است. این چند قدرش خشکی است، چند قدرش آب است، اینو با فایز بگین، یعنی چند فایزش آب است، چند فایزش خشکی است. اما مساحتش با رقم. دسترگان زیبا که حساب را 90 فایز آب. نه فردوس مومنوف. خب جواب پر نیست. چی سواله فقط رفت نکردی. آزی بیا من اینترنت رو بینم. خب 6 ثانیه مون، 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 2 1 وقت بود شد. وقت بود شد. جوابی پره تا حاضر نامد. 29 فایزش آب. دلشاد جان خوب از جواب نشان میتیم که اگر درست باشه قبولش میکنیم. نه که جواب یکم تونم قبول میکنیم به خاطر که 149,000 یکم اومدگی بعد که 0.60 نوشتین این بعد وقت بوچیدن اومدگی. حالا جواب ببینیم که مساحت کره زمین 510 میلیون کیلومتر است. 510 میلیون کیلومتر. متاسفانه اگر جواب درست نآمد. 510 میلیون کیلومتر. پنجاکن تیوی شما 510,000 نوشتین، اما 510 میلیون است. کیلومتر بوده 71 فایز رو آب و 29 فایز رو خشکی تشکیل میدهد. خب یه پنج میگران اومدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سراچ نه فقط عذر امروز تیاری برای مکتب با میبرم لایک هموندم. همه کسا سوزه تینجه انشاءالله در امان الله باشین
دوستان سلامت باشین. تشکر. اپای کازان. اپای کازان، اپای پنز. کلمه کازان، اپای کازان در زبان 26. چای سومه خان اپای زیبا. و علیکم سلام بخیر. پناهتون بخدا. پنجه کنتی و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید اپا. فی و علیکم بر سلام. پنز جان رحمت. کازان تجی استاد ایجاد فقط بلوگراهان استوی ماتماتیکا نستانه. سوال ماتماتیکی بوده. خب من پنزه بله. خب سوال 25 میخونم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت چند مرتبه ادای حج کردند؟ یعنی بعد از هجرت، بعد از که به مدینه هجرت کردند چند بار حج کردگیند؟ این رفتم که فهمیدم. شما دینا پای پنزه. خب سوال فهمو شد، در اکران هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم، خب وقت نموندیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت چند مرتبه ادای حج کردند؟ 7 مرتبه، 2 مرتبه، 1 مرتبه، 1 مرتبه دل شد نوشتن. خب جوابی من خودم قصاص دادم نمونده است که اور بینیمش جوابی کسی درست باشه از اون قبول میکنیم. خب بعد از هجرت 1 مرتبه دیگه جوابی هم رو قبول میکنیم. جواب دیدین 1 مرتبه، 1 بار. اکنون میریم بالا میریم. نفعی 15 گفتن اینگه من رفتم. فاطمه زرود سلام بسر خودی و فیری معلم سوالا دا گپ نه. چیزهای مفید 2 بار نوشتن. چیزهای مفید 2 بار نوشتن. 2 کازان تجی دسترخوان زیبا جنکو سازن. خب فیو 7 فاطمه زرود 2 چیزهای مفید 1. چیزهای مفید درسته. چیزهای مفید نامتون در اینجا نوشتگی نیست. یکم برای سوال جواب دادستین. چیزهای مفید من با او خاطر پرسیدم که اگر دویم بار سوم بار نباشه فراموش کرده باشیم بعد بگن اینجا چی گپی هست، یعنی میخوام غالب نشیم. خب چیزهای مفید درست به یک سوال جواب دادن. نه چند بار شد او کرد 5 سوال جواب داده بودم. 5 سوال داده. یعنی افراد دیگر در نظر داره، نه حاضر ما در نظر داشتم. چه جا 5 بار شیخ تجای 4 بار دلشاد جانای. خب سوال 26 دا میریم. سوال 26 اولین نفری که از دستی پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام را قبول کرده است کی است همون نفر؟ چیزای مفید یکم برای خب بهترین. خب یکمین نفری که از دستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسلام را قبول کرد همون نفر کی بود؟ یکمین نفر خدیجه، عمر، خب شیخ تیجی جواب آمد. شیخ تیجی جواب شیخ تیجی درسته. شیخ تیجی البته با 6 سوالش جواب میتین. تبریک. حضرت ابوبکر است. حضرت ابوبکر یا ابوبکر رضی الله عنه یا ری بنویسین خوب میشه رضی الله عنه. خب سوال دیگر را میخونیم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه. سوال جواب 26 بله. سوال 27 پیامبر صلی الله علیه و سلم چند ساله بودند هنگامی که پدرشون وفات کرد؟
چند ساله بودن هنگامی که پدرشون وفات کرد. شیخ تیجه قریب اومده است این قدی دلشاد تیجه. شیخ تیجه قدی دلشاد تیجه قریب اومده است. دو سه یعنی 3 ساله در نظر داریم که ماه در نظر داریم 6 ساله 40 یعنی 12 نه شیخ تیجه جوابتون قبول ہے. شیخ تیجه همون چی را نوشتیم بعد جواب پر شد یعنی تولد نشده بود در بطن مادر بود که پدرشون از دنیا گذشت. خب جواب شیخ تیجه را قبول میکنیم. الکی با 7 سوال شد. 3 تا دیگه بود. 3 تا دیگه شیخ تیجه 3 تا دیگه به از به دنیا آمدنش. بله شیخ تیجه جواب دادن. خب تولد نشده بودن یعنی جواب تولد نشده بودن. خب سوال 28 ما میخونیم. 28 رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که مادرشون وفات کرد چند سال داشت؟ یعنی در شکم مادرشون بود پدرشون از دنیا گذاشتن. اکنون چند ساله بودن که مادرشون از دنیا گذاشتن؟ خب این سوالا اینش با اینش aralar شد چون که سال بود از کجا سر شدی. خب در بطن مادر 3 ماه بودن. فاطمه زهرا 6 ساله. یکم اینجا فاطمه زهرا نوشته 6 ساله بعد از اینکه شیخ تیجه گفتن در بطن مادر 3 ماه. از فاطمه زهرا میپرسیم که همین 6 ساله که نوشتین روی اکران تلفنتون نگاه کنین بعد از گپ شیخ تیجه است ساعت 21:06 فاطمه زهرا همین چیزی که نوشتین شما 6 ساله همین را با سوال پیشکی نوشته بودین که 6 ساله بود پدرشون از دنیا گذشت که با سوالی نوای که 6 ساله بود مادرشون از دنیا گذشت؟ با کدام سواله؟ در اینجا برگه با 6 ساله نوشتگی از درش همین سوال در نظر دارم نمیخینه یا که نه اگر نونطوری باشه خیلی بگیم برای که 6 ساله را چند بار تکرار نوشتگی هست در من چند بار اومدگی هست. کی فاطمه زهرا سوال نو بوده نوشتگی نه. خب سوال نو باشه این سوال پیشی بود. با خاطر پرسیدم که شما شیخ تیجه بینین کامنتر رو دوستانی عزیز. شیخ تیجه نوشتن که در بطن مادر 3 ماه بودن بعد از وی فاطمه زهرا 6 ساله نوشتن. همین کلمه 6 ساله با سوال پیشکی است یا که با سوال حاضره است؟ برای اینجا همه سوال نوشته‌اند معلوم نیست که ای سوال پیشکی یا که ای سوال حاضره. فاطمه زهرا 6 ساله بود نوشتن. فاطمه زهرا سوال نو. فاطمه زهرا سوال نو نوشتن. خب نه من میدونم. خب مایلش قبولش میکنیم. فاطمه زهرا با فیلم یک بار جواب دادگی هستین. بله دویم بار جواب میتین. تشکر زیاد. بحریدین ابراهیم با سوال پیشنهاد. خب قبولش کردیم اکا. قبولش کردیم دوستان گرامی گفتن که با سوال نمایی یعنی با بردگه بعد این بار 6 تکرار نوشتگیان. خب با نگه که ما افرا میشناسم یا افرا نمیشناسم
من در برای پیغمبر میدونم بهترین. من یا پرم نمیشناسم، باید فکر نکنین که چریز رفته است. اپای فاطمه خود یکون گپ زد که من گو نگم که یکون چریز رفته است در اینجا. خب سوال 28 بده. بله 6 سال داشت. نه سوال نشون دادیم 6 سال داشت. هنجاکین تیوی معلم یا سوال بده من بدونم فخر کنم. ولی انشالله سوالی آسانک میاموزه. خب سوال 29 در وی برگ زیاد است ولی از جمله نباتات نیست. وی دارای پوست است ولی از جمله حیوانات نیست. وی بسیار چیزها را میداند ولی انسان نیست. پس وی چیست؟ رفتیم. فاطمه زهرا من نمیشناسم ولی خب فاطمه زهرا من پادپیس کنم بهترین. تشکر. خب سوال نوبتی رفته است یا در اکرانم هست. یکم فیو نوشتم کتاب. فیو لایک بهترین کتاب است. خب تشکر زیاد. نگذاریم با سوال دیگر. سوال 30. خب سوال جواب 29 کتاب است. سوال 30 چشم دارد اما نمیبیند پس وی چیست؟ چیست؟ چیز گفته استیم. سوال منطقی است. چشم دارد اما وی نمیبیند. وقت جدا میکنیم وی نمیبیند پس وی چیست؟ درخت نوشتیم. تبریک فیو. خب کورشپک چشم دارد اما نمیبیند پس وی چیست؟ نه با فکرم وی نیست. عینک. خب عینک هم چشم دارد اما این سوالی که ما پیداش کردیم دیگه چی از با فیلم هاست بستیم ما بار بینیمش که بعد شدید نشیم. نه کورشپرک نیست. سانگلاسز عینک نیست. خب رحمت دودارا و خارکو. خب ماشین نه. عینک یعنی اچکی نه. وقت با انجام رسید اون کس داره از اون جواب. کورشپرک نه. خب این سوال منطقی بوده تکرار کردیم. اگر روز در نبینه شاوکوریک کورمور نه چی است؟ سوزن است. سوزن یعنی چشم داره اما سوزن. سوال منطقی بود گفتم. سوال 31 در مگذاریم. دلشاد جان کوشش کنین کمتر شیخ تجه هم جستن کوشش کنین کمتر که سوالو نزدیک اومدن نگم کس باید غالب بیارن. کوشش کنین همه نویسته سیم اینجا همه چی قریب اومدن. شیخ تجه، دلشاد جان، فاطمه زهرا، فیو اویله تاجیکی پیشرفت هستن. کوشش کنین. خب چشم کور هیچی نیست. خب سوال 31 میخونیم. سوال 31 چیست آن چیزی که تا نزنید نمیرود؟ معلم نومی من نیست چی در اونجا جواب داده پنجاکین تیوی جواب تی نمی نویسیم نومتونه. خب یک نقطه بس از چند سوال؟ 40 سوال. برنامه 40 سوال است. 40 سوال. خرگو نه وای نیست. خب این سوال دایی هم توری میگیره بونه که این نیست. قدم نه. جروب نه. توپ نه. حال به سوال بینیم که با اما گفتهش مونه باشه که شدهشیم. نه وای نیست.
خب توپ اگر حیوانات باشه خر. نه حیوانات نیست. توپ گوسفند پای وای چشم نه اشکافی. سوال منطقی است گفته. اول وقت اشکافی بگیم حرکت خود معلوم میشه. چنگ نه، خر نه، قدم نه. ولیک نه، سایه نه. چه سایه را میزنیم؟ نه، یه چیزی است که میزنیش بعد میروه. میجه نه، سیم نه. 7 ثانیه 6 5 4 3 2 1 وقت بوک شد. ماشینه که تیدش میگه نه. خب متاسفانه اگر جواب نامد یا بارگه به تفتیش کنم که اگه جواب داغلو نباشه که باید شده. نه جواب نامده است. جوابی درست نامده است. جواب میخ است. میخ یعنی تو نزنیش نمیروه، میزنیش میروه، میزنیش میروه، میزنیش میروه. سوال 32. وای فرزند آب است لیکن اگر او را در آب اندازند میمیرد. پس وای چیست؟ دیدی فاطمه زهرا خنده. خب سوال نوبتی را شنیدین. وای فرزند آب است لیکن اگر او را در آب اندازند میمیرد. پس وای چیست؟ خب فردوس مومینوف یخ نوشتین. فکر میکنم که درسته. من جواب در خاطرم نمونده است. با فیلم که یخ است. بله سوال 32 یخ. فردوس مومینوف. بله جوابتون درسته. فردوس مومینوف یخ. فردوس فردوس مومینوف از نامتون بنویسین. فردوس مومینوف به یک سوال جواب دادن. تشکر. بله یخ بود. جواب دادن در بالا. سوال 33. حجم کاغذی A1 چند در چند است؟ در برنامه گذشته سوال داده بودیم که حجم کاغذ A4 چند در چند است. اما امروز A1 چند در چند است. این سوال از فن اینفرماتیک است. حال تولد نشده بود. سربرگ بودش. پنجکنتی کدامی کانال مرا کشوند است. چخیر؟ ایتانش منویسید چی؟ پنجکین تیوی گاتویم دومش شما کدام سوال جواب دادین؟ یعنی پنجکین تیوی کانال شما رو دکست استفاده بودسته؟ خب دلشاد جان 594 841 یک بار بینیمش خوب میشه ها. برای که وزی خب وقت بوچید ننویسین دوستان گرامی تو که جواب چی نشوه. جواب دلشاد 594 841 594 841 درسته. دلشاد تیجه جوابتون درسته. دلشاد جان جوابتون درسته. یعنی 841 در 594 میلیمتر. جوابتون درست. دلشاد جان جوابتون درست. خب دلشاد جان با 5 سوال شد جواب میتین. اگر نویسی سوال شد یعنی ما خطا کنم خبر ممکنه. 5 سوال شد. شیخ تیجه خب پیش صف هستیم.
марҳамат кӯшиш кунем. худо бизана ай тани ман нафистозан. Фирдавс табрик. Готовим дома. Айман дер рафтестай. Дилшод 420 594. Ҷавоб додем, тамом дуруст аст. Ҷавоб додем. Табрик. Королева YouTube срочно салом. Срочно ва алейкум салом. Хуш омадем. خب سوال نوبتی را میخونیم. سوال 34 هستند. 34 سوال 34 1 ترابایت چند گیگابایت است؟ 1 ترابایت چند گیگابایت است؟ کسانی که نزدیک اومدین 6-7 سوال جواب دادن لطفا کوشش کنن کمتر. چی گپ اینجا مردم؟ اینجا سوال جواب های کارله و یوتیوب. شما کارله و یوتیوب باشین خبردار نیستین اینجا چی گپ های. سوال جواب برنامه 40 سوال. کسی غالب اومد اگر بلاگر باشه تمام این پلیلیستش رو تماشا میکنیم. اگر بلاگر نباشه 40 سوال هدیهش میکنیم. خب نشون رحمت اپیمان بودن خیلی کرده باید تو سوال و جواب باید کرده تو اومدم پا چپتون شاید ایجا 8 دل شد 1000 گیگابایت نه شیخ تجه 1024 گیگابایت بله 1024 گیگابایت درسته جواب درست رسید شیخ تجه جوابتون درسته 1024 گیگابایت است 1 ترابایت 1024 گیگابایت است. خب شیخ تجه با 8 سوال شید جواب دادن. 8 سوال 2 سوال دیگه ما کوشش کنین. خب پنجاکن تیم میگن سوال چی بود؟ سوالی بود که 1 ترابایت چند گیگابایت است؟ این از فن اینفرماتیک است. خب 1 ترابایت یعنی 1024 گیگابایت است. سوال 35 تگمچه نام لاک در تخته کلید چی وظیفه رو اجرا میکند؟ سوال فهمو شد؟ نفهمو باشه در اکران هست. تگمچه نام لاک در تخته کلید چی وظیفه رو اجرا میکند؟ سوال از فن اینفرماتیک است. یکم من نوشتم. کانال و یوتیوب شما نوشتین. آز میبینیمش. 1024 مگابایت نه 24 مگابایت نه 24 گیگابایت 1024 گیگابایت است مگابایت نه و این چنین یکم شیخ تجی نویسیدن 1024 گیگابایت این در من 21 و 22 شیخ تجی اومده است و شما نوشتین بعد باز شیخ تجی نوشتن باز نوشتن که 1024 گیگابایت شما مگابایت نوشته هستین معذرت کانال و یوتیوب بالا را بینین اگر دیدیمش کانال و یوتیوب دیدیم. خب جدا کردن حرفا پیش قفل کردن نه خب وقت به انجام رسید دیگر جواب خب داشته باشین بنویسین نداشته باشین تمام جواب نشان میدین. جدا کردن حرفا نه کی کانال ما را گرفته نه تقسیمات حرفا نه جدا کردن حرفا نه. خب جواب نشان میدیم. دو وظیفه دارد تگمچه نام لاک دو وظیفه دارد در تخته کلیدن در کلاویاتور. یکم وظیفهش یعنی هنگامی محکم بودنش یعنی قلب بودنش یعنی هنگامی محکم بودنش برای جای عوض کنی کورسور است یعنی کورسور بالا میره این طرف میره اون طرف میره همین ناملاک چی میکنش خوی میکنه بگیم وقتی که محکم است خیلی که از نامش معلوم است نه وقتی که محکم است کورسور کار میکنه اما وقتی کشوده است رقم ها کار میکنن یعنی رقم ها 1 2 3 تا رقم 9 اما وقتی محکم باشه رقم ها کار نمیکنن پس کورسور کار میکنن. فهمو؟ کانال و یوتیوب چی بود سوالی بود که تگمچه نام لاک در تخته کلید چی وظیفه رو اجرا میکنه. سوال از فن
Informatika بود. جواب خواندن جوابش. سوال 36 اختراع کننده چراغ برقی کیست؟ خب در همین جا سوال خیلی وقت کلوچت میکنیم. سوال در بعض حالات خیلی کی همین برق کی اختراع کرده است. با در بعض جای خیلی کی همین چراغ کی اختراع کرده است. و در بعض جای خیلی است کی هم چراغ هم برق همون آدم اختراع کرده است. همون آدم کی است؟ اینجا جای مایی بسود اونجا گفتن شوالی گفتن کرالی و همون کرالی بگید سوز ای با ای کجا باش ما پیده چی گویم و چه اسم اکن شو ایره تو لایک جمع کنی را شیخ تجه امپر نه کازم تجه ما همه جایم یک چشم پوشیده یک دشک شده نیکولا تسلا نه چول مندلیف نه مرا هرچی نگین او کرالیوا یوتیوب دارم چی نگین کرالیوا خیلی کرالیوا سوخی خب 10 ثانیه دیگه مون 7 ثانیه 5 ثانیه ابو ریحان بیرونی نه جورج بوش صدبرگ جورج بوش رئیس جان نه خب بعضی وقت میخندیم کارتون نکنن یعنی شوخی میکنیم یعنی همیشه جدی باشیم نمیشود گوگو شوخی کنیم بخندیم مندلیف نه خب دیگه جواب ننویسیم وقت بود چی جواب نشون میدیم خب شیخ تجه چول شیخ تجه گپوی شیخ تجه و دلشو در حتما خوندن نخوگی بعد نگن که همه رو نخوندیم و قریب بودیم نیکولا تیلس نه امپر نه تمام جواب درست نیست تو حاضر جواب نشون میدیم توماس ادیسون خب در بعضی جاها میگن که همین برق قطعی همین بگم چراغ لامپوچکا بگیم همون توماس ادیسون اختراع کرده است در بعضی جاها میگن که همین چراغ خود چطور توماس ادیسون اختراع کرده است خب مهم هر دوش یک است یعنی هر دو آدم یک است خب نوشگری کلوت کرده و اینا میدونی کو مندلیف کیه بوم میگون بابای لنین گاتویم دوم نوشتن جیمز بوند دیر کردم خب مرحمت کنین سوال 37 دا میگذاریم دلشاد جون شیخ تجه قریب اومدگین شما 37 سوال 37 جنگ یکم جهان کی آغاز شده بود دوستان عزیز اگر آواز ما که بلند رفته باشه تلفناتون خودتون پس کنین برای من نمیفهمم که آواز بلند است پست است من فقط کامنتر رو نگاه دارم و سنی کامپیوتر نگاه دارم کتابیم تو مخنده کرالی و یوتیوب تون ما هیچی را نمیدونم آخی توم ایجر جونیک شویف 1914 بله جونیک شویف درست جواب دادن جونیک شویف باز بستین ده لحظه شیخ تجه خطونا بینین شیخ تجه توم ایجری نوشتن جونیک شویف 1914 نوشتن 1914 بعدا دیده شد 1914 نوشتن جواب درست فکر میکنم 1914 باز نشان بهتون با هم ببینیم بله 1914 خب یک کمی سراسیمه شدیم یعنی 1914 درسته باید تاریخی روز شنبه گفتن خب دیگه همون وقت هم بود شد خب باز بینیم اگر همون کس روز اگر نویسته باشه او رو قبول میکنیم نه که همون چی را نویستیم سالش را نویستگیم 1914 جونیک شویف 1914 جوابی جونیک شویف قبول میکنیم جونیک شویف به یک سوال جواب دادن تشکر جونیک شویف خب دوستان بخشید دیر کردم هیچ گم نداره خوش آمدین چون که به ما اشتراکچی بود چیزی نوشتیم بروده فاطمه زهراواز یا لحظه من یکم نوشتم فاطمه زهراواز یا لحظه میریم ببینیمش فاطمه زهرا 1941 نوشته شما فاطمه زهرا نادرسته 1941
14 سوال درست جواب درست 19 خب سوال 37 بده. سوال 38 همینجا هستین شیخ تیجه فرهاد تیجه و فرهاد جون همینجا هستین. 3 سوال دیگه ماند. 38 سوال 38 بقال چی معنا دارد؟ بقال چی معنا دارد؟ کارلی تو بخشی من بازی را دیدم هاشون رفت نپرسیدم تو دست طرفان با سوالو نبود کازنجان فیو شوخی بود میدونم کازنجان. بقال چی معنا دارد؟ بقال جواب درست نیست. جونیک شویف و دلشاد جان، یعنی از جایی که من سوال پیدا کردم باز در فرهنگی تفسیری زبان تاجیکی دیدمش. در فرهنگی تفسیری زبان تاجیکی یعنی در قاموسی زبان تاجیکی دیدمش. با این معنای شما نوشتیم با این معنا آمادگی نیست. خب جواب کیوسک کوزاگر نه کولوگر نه میسال نه کولوگر نه. کارالی و یوتیوب نوشتن بقال معنای مگزینچی. بقال همون فروشنده را میگن مگزینچی. خب دلشاد جان مگزینی مایده نوشته نه مگزینچی یعنی همون فروشنده را خچا میگن بقال. اگر داشته باشین فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی را نگاه کنین بقال. کارالی و یوتیوب جواب دادن. کارالی و یوتیوب تبریک لایک. کارالی و یوتیوب جواب یافتین. نمیتونم بنویسیم موزی. کانال و یوتیوب یک سوال جواب دادن و انا خب تبریک کنین کانال و یوتیوب را. بقال خب جواب نشون تیم. بقال دکانداری آذوقه فروش، فروشنده آذوقه، شخصی که خوراکواری میفروشد. میتونین همین نوشتجاتی که من نوشتم از فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی مقایسه کنین بینینش. خب خیلی کانال و یوتیوب همه تبریک کردین. بقالجه الله. خب دلشاد جان بقال در زبان تاجیکی هست. این از زبان ترکی نگرفتم من را. کتابی بازی لحظه کتابی یا که صنف 1 بود یا که صنف 2 بود. از همونجا نگاه کنین. کتاب هم ابتدایی بوده یا 1 بود 2 بود 3 بود درستی یادم نمونده. من کتاب مکتبی را مرور میکنم میخونم از روش چند سوال بیام میگیرم. به من خاطر بقال 2 دقیقه نوشتگی بود. بعد اونجا منبعی آذوقه واری مثلا خب کلمه فروشنده به خاطر تأکید کردن باز در آمدم از فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی نگاش کردم. بقال فروشنده آمده است. خب شیخ اسپاسیبا. خب میدونم ادبیات هست. بله هست در کتابی زبان بود با فکر مگر خطا نکنم. خب 39 سوال 39 سوره ای که همه آیات هایش با حرف سین تمام می شود. مرحمت شیخ تیجه و دلشاد جان مرحمت شما از همه نزدیک اومدگین یک کوشش کنین که برنامه 40 سوال قسم 8 به غالب نمونه. وقت جدا نکردین متاسفانه. خب کی باشد کانال و یوتیوب فیوم اینا رو ندانم بمرم سازه.
Карали ва ютуб чӣ бурид як Фотима Зуҳро ман ҳамин қае ки то синфи нӯҳ хондагӣ саволои ма бисёр шуд аз синфи нӯҳ поёна Фотима Зуҳро чизҳои муфид нос бале чизҳои муфид ҷавоб додан якум баъд аз номи Фотима Зуҳро дар ман 2135 чизҳои муфид омадагӣ аст нос бале дуруст аст чизҳои муфид аллакай ба ду саволша ҷавоб метан чизҳои муфид дуруст аст сураи нос аст сураи яъне қул аъузу бирабби нос дуруст ташаккур хоб мегзарем ба саволи охирон шайх теҷе дилшодҷон хоб ҷавоби 39 сураи нос саволи 40 суръати шутурмурғ дар як соат чанд аст яъне шутурмурғ дар як соат чанд километр яъне суръаташ дар як соат чанд километр аст ёки чанд километр дар як соат мешавад чӣ хел мешавад дар як соат чанд километр аст хоб вақт ҷудо кунем оилаи тоҷикӣ дар Москва 17 хоб нест ҷавоб ҳозир нест 1 километр нест ҷавоб ҳозир нест 10 километр нест 65 нест 25 километр не 65 не 85 не 100 не 60 не я лазим амира бинем ки хоб дар ёди худам намонда эҳсос вақтам буд шуд дидемаш тамом вақт буд шуд дӯстони гиромӣ дигар нанависен 85 25 100 100 160 99 15 40 75 35 90 70 50 Фотима Зуҳро ҷавобтон дуруст ва чизҳои муфидам хуб навистам Фотима Зуҳро ба се савол ҷавоб додан сеюм савол аст Фотима Зуҳро ва чизҳои муфид низ ҷавоби дуруст додан чизҳои муфид хоб мутаассифона хоб аввалан табриктон бикунем яъне табрик ба он касоне ки савол додан иштирок кардан хоб 50 километр дар як соат аст Фотима Зуҳро ҷавоб додан ва чизҳои муфид ва дар ахир мегем ки ташаккури зиёд барои иштироктон акай чиза чӣ хел нишонтем чапана намеравад дар чиз экрани компютер баъзе вақт чапана меравад хуб як бор мехонемаш баъдан нишонтон медиҳем Simple Man 1 ҷавоб Фотима Зуҳро 3 ҷавоб Фарҳод теҷе 2 ҷавоб Шайх теҷе 8 ҷавоб Шайх теҷе қариб омада буданд фақат 2 ҷавоб намерасид Мавзуна Азизова 1 ҷавоб Караганда 1 ҷавоб Бочаи Сумайяхон 1 ҷавоб Фею 2 ҷавоб Дилшодҷон 5 ҷавоб Оилаи тоҷикӣ 2 ҷавоб Казан теҷе 1 ҷавоб чизҳои муфид 3 ҷавоб хоб Фирдавс Муминов 1 ҷавоб Ҷони Кишоев 1 ҷавоб Каралева Ютуб 1 ҷавоб мутаассифона имрӯз ягон кас ғолиб наомад хеле хоб хушбахтона бигем мутаассифона бигем намедонам хоб барои шумо яъне мутаассифона ягон кас ғолиб нашуд марҳамат ку дигар меомада боша агар чапана нарава раҳмат муаллим барои савол ҷолиб ғурба меҷоем
فاطمه زهرا سمیخان رحمت دلشاد جون اپای کرالeva ба шумо ҷои якум. рабосе ҷавоб королева ютуб ман барвақт меомадам ҳамаро ҷавоб медодам. бале ҳафтаи оянда барвақт биёед рӯзи якшанбе. хоб чапана нестан ҳарфҳо дӯстони гиромӣ, дуртар биқабем пештар биқабем чӣ хелае? тарафи чап биқабем рост биқабем? ку шарти бозира бигин ҳоз як лаҳза ҳамамира ҳами номура бинен хитон ки чанд кас ҷавоб додагиай, ки чанд ҷавоб додагиай. устод барои мо мутаассифона, барои шумо хушбахтона ёфтенаш. диёромад навиштагиё дар экран. ки брид ростиш ка набрид шарти бозӣ хеле ки боз мегем шарти бозира. از همین نمو همش برامد در چیز اکران دیور بیره. خیلی دیدم اکران. خب خیلی دیده باشین شرط بازی را میگیم. برنامه نامش 40 سوال است. 40 سوال شرط بازی خیلی است که در یک دقیقه باید که جواب تین و دانسته میشود که از 10 سوال زیاد جواب داد. یعنی همین 10 سوال جواب داد، 10 سوال جواب داد چی میشود؟ غالب دانسته میشود. در برنامه‌های گذشته بعضی از برادران دوستان دستگیری کردن، گفتن که ما مثلا که کسی که برید ما پول میگذرونیم، یعنی 500 روبلی گذروندن. خب از جمله برادر دلشاد در اینجا، باز اولوغبک شهرت بود با فکرم. خب چند نفری که بودن اینجا درک حقیقت بود. خب لیکن در برنامه که همین لایحه رو وقتی ما تشکیل کردیم گفتیم که 40 سوال با 40 سومون، یعنی کسی برد کرد 40 سومون هدیه میگیرد. یعنی این از جانب خود ما است، یعنی 40 سومون. اما در بین بعضی برادران در اومدن گفتم ما 500 سومون از نام خودمون میمونیم. بنابراین حاضرش بگم که شرط بازی خیلی است که کسی برد کرد اگر بلاگر باشد، کانال داشته باشد، تمام پلیلیستش تماشا میکنیم، صورت میگیریم، رویش میکنیم. اگر بلاگر نباشه 40 سومون هدیهش میکنیم. یعنی از تاجیکستان اگه خش خودش باشه، کسی که باشه مثلا 40 سومون رویش میکنیم که میروم میگیرم اصلا. خب یعنی اگه جای نفهمه باشه اگر مرحمت، یعنی هر روز یکشنبه ساعت 8 برگزار میگردد برنامه. خب استاد اقلان یک کلوچ هم نداده. با خیالم کردم صاحب 40 سومون شدم. با خیال کردم صاحب 40 سومون شدم. اپای کرالeva در یوتیوب چیکاره که نامی آن کار از موسیقی ها مایلی خیر خدا نگهبان. از موسیقی ها مایلی خیر خدا نگهبان. خدا نگهبان. خیر تمام شد روینم میشود برو. چه اسم میخوام کرالeva. خب یوتیوب چسبی چی؟ افیر چسبی چی؟ خب فیو هر روز از ساعت 8 بگاه با وقت مسکو با وقت تاجیکستان ساعت 22 درس‌های زبان انگلیسی از همین کانال می شود. اشتراک کنید. کرالeva یوتیوب بگاه انتظاریم. بله اگر کسی زبان انگلیسی خواهد مرحمت کنن، یعنی هر روز ساعت 8 درس زبان انگلیسی داریم
و اگر کسی دستگیری کردن خواهد مرحمت یعنی اون لایک ابونه شوند خیلی خوشحال میشیم. چند سوم میبره 10 تا سوال ده 40 سومون گفتم که هفته می آمده از نام من 500 روبل مالی موضوع عزیز و اینا موضوع عزیز و گفتن که از نام من 500 روبل. خوب نصیب انشالله اگر هفته آینده هم جا باشین در آینده نویسین که از نام من 500 روبل و کسی بول کرد میگیم که اینا اپای موضوع چیکار میکنه 500 روبل میگذارم در کارتتون و خیلی مینادور هستیم از شما اپای موضوع عزیز و برای دستگیریتون. سربلند و کامیاب باشین. کرالێوە یوتیوب دیلشۆ دۆدارم کرالێوەی یوتیوبم فاطمه زهرا و 40 سوال یک آدم نمیدونه نه همش نه یعنی ای 9 سوال بالا یعنی 40 از 40 سوال 10 سوال کسی دونست غالب دونسته میشه 10 سوال 40 سوال نه یعنی اون کس فکر نمیکنم همه 40 سوال بدون تا آخره. چیزای مفید از همه فنای ایجا کورابو از همه فنای نفهمیدم میره کرده و یوتیوب ما در پلیلیست در کار نیست. خب شما در پلیلیست در کار نباشه اینا اپای موضوع عزیز و اعلام کردن هفته آینده بیاین 500 روبل صاحب شین. اوکی we will wait you ما شما رو منتظریم. علی جان عالم ما یاتش جواب نداده و امیدم که برد منیم شیخ تجه همین دروین یا ویدیوی ما را بینید شید. خوب انشالله کانال دارین شیخ تجه شما کانال دارین میداریم هم میبینیم هم تماشاش میکنیم پلیلیست داشته باشیم پلیلیست تماشا میکنیم میشه از همه زیاد شما جواب دادیم چند سوال جواب دادیم با 8 سوال جواب دادیم که شیخ تجه میداریم انشالله پلیلیست رو تماشا میکنیم یک پلیلیست اگر غالب میمودین همه پلیلیست رو تماشا میکنیم. رحمت افر کرالی با یوتیوب سومیا جان فیو 40 سوال ده نه فاطمه 10 سوال ده جواب تین میبریم بله 10 سوال ده فقط خورابو هفته دیگه انیق خودت میبری. کرالی با یوتیوب فیو میگه اکه انگلیسی یاد بگیرم کرالی با یوتیوب نمیارزد خورابو نه کزان تجه همه کسا پناه الله ده باشین استاد رحمت برای زحمتتون مینداریم. سلامت باشین اپا جان تشکر زیاد برای اومدنتون ما هم از شما مینداریم. گتویم دوم استاد کانال ما را رکلام کنید حاضر کانال شما ده بله وعدتون کرده بودیم حاضر گجاشید گتویم دوم حاضر یک لحظه و 2 نفر آمده است. تشکر برای ابونچی های نو. گتویم دوما کو بینین کدامه کانالتون گتویم دوما همینجا هستین چون که ما با فکرم که با کانال چیز ابونه شدگیم در شما کانال روسیم قطعی آموده شدگیم ابونه شدگیم به خاطر که هر دفعه با کانال روسی میدار آمدم در افیرام برای سنجش از همین کلمه ها بینید اینجا گتویم دوما زیاد است کدامش است پایان بریم بالا بریم کجا بریم. خب تا شما نویسین من بخونم الهی کامنتورا کرالیوا انگلیسی ندونی یوتیوب از کرالیوگی میگیرد کزان تجه خیلی شما را خدا نگهبان باشد فاطمه زهرا خیلی هم فهمو. خب موضوع عزیز و تشکر معلم حتما زنده و سلامت باشین میام انشالله. خب تشکر زیاد با شما که دستگیری میکنین سربلند باشین. کرالیوا یوتیوب فیو نباشد میام فیو معلم بعد موضوع من میپرتم کسی که بازی کند مرحمت بهترین. تشکر اپای فیو خیلی مینادار هستین برای دستگیریتون خیلی مینادار هستین سربلند و کامیاب و تنصیحت باشین. خب
شیخ تجه بله کانال دارم. خب انشالله میدارم شیخ تجه وعده کردم انشالله که میدارم. کانال و یوتیوب ایمر در شیخ تجه بده اتفیت. هر کس در خودش میسته اتفیتش. فردوس مومنوف شیخ تجه نومی کانالتون چیه؟ با فیلم شیخ تجه است. فردوس مومنوف شیخ تجه. خب روز تجیکی سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین. کانال و یوتیوب امی شیخ تجه باید یکم میشید. بله دو چیز دیگه مونده بود با رسیدن به غالبیت. انشالله که چی میکنیم؟ حتما پلیلیست تماشا میکنیم. گاتویم دوما اینا سیمش کدومای سیمش؟ یک دو سه دیگه سه همین باشه یا که این دیگریش باشه؟ این رسموی که دیگه است مانند نیست. خب یادش میدرویم که بینیم اول همین باشه که گاتویم دوم اگر همینجا باشین به 24 لایک. السلام علیکم استاد عزیز خوب هستین انشالله از نام اویلوی در آلمان. تشکر زیاد. علیکم سلام خوش اومدین. کانال و یوتیوب خیر شباتون خوش بناتون به خدا. خب سلامت باشین. یک کلوچ بتین کلوچ اون اوش نه این نبوده. خب کدومیشه؟ همین شیخ تجه. خب همیشه که گاتویم دوما خب دوستانی عزیز وقتای شما رو نمیگیریم. تشکر از همتون برای اشتراکتون. تنصیحات خانه آباد باشین. فقط همین کانال یکی را بیایم گاتویم دوما در نوار یک معرفیش کنیم. نه نیست اینجا. خب گاتویم دوما باز ما ببینم شما را کلوچ داده بتونم کلوچتون میتم همون سلکتون همونن فقط. خب بیایم پارتین سلکتونا که گاتویم دوما سلکتونا پارتین ما غیر از دسترخوان زیبا با یکم کسا کلوچ نداده بودم یکم بالاست که برای شما را کلوچ میتونم. خداوند نگهبانتون باشه. شیخ تجه گفتن تشکر زیاد که شیخ تجه. خب کانال کی گاتویم دوما کجا شدین؟ مونده نه؟ خب بهترین. خب подписаться هستیم چی بنا برو وردش ایره؟ همین اصلا فکر میکنم. خب اونا شیدگی هستیم عجیب نبرو ورد. گاتویم دوما همینجا هستین. رحمت استاد میندارم سلامت باشه. همین اصلا گاتویم دوما گاتویم دوما این همیه کانال. خب دوستان گرامی مرحمت کنین با کانال گاتویم دوما. در این کانال پخت و پزها بوده است. میتوانین از اینجا پخت و پزهای گوناگون را شما یاد گیرین. خب که ما تا مهارت رکلام کردن نداریم اما یک چیکار میکنیم کانال تون رو معرفی میکنیم. همین چیز از دستمون میاد ان شاء الله.
استادتون نمیخونه سرم ویرون میشه. بازی نمیخونم شما ما گفتیم که افیره خط کنیم باز میخونیم انشالله. یک جو سر کنیم کجا شده فیلمو خب باز همی کارالے و یوتیوب سر کنیم شیخ تجه خیلی شمارم همچنین موضوع عزیز و به همتون شبای خوش دوستای الله سلامت باشین. موضوع عزیز و تشکر زیاد قطعا دوم رحمت استاد میندارم. سلامت باشین. شیخ تجه فردوس احمد کارالے و یوتیوب با من نمیتی اکه فیو کارالے و یک بار بیا با آموخته میشه درس و سوال و جوابای خوبن. تشکر زیاد فیو شیخ تجه کارالé و رحمت دسترخوان زیبا شلکه موندن که تو این دوم اینم میای کانالم. خب کارالé و یوتیوب استاد نمیخونه سرم ویرون میشوه سرتون ویرون نشوه. خب سلکه کانال گاتویم دوم در آمده مهمان شوین دوستان. بله شیخ تجه در اینستاگرام سایت من شیخ تجه مرحمت منتظرم. بهترین سربالان باشین. شیخ تجه کانال و یوتیوب خواهی من سروش نگریختم سروش نگریزین اما سروش نه گپتون خواندستین گاتویم ابونا شدم. خب این گاتویم شیخ تجه ابونا شدن فیو آرام شوین فیو آرام شوین کانال و این معلم حالی همه را میخونه با خیرتونم میگه. خب انشاءالله گاتویم دوم رحمت به همتون برادرها سلامت باشین. گاتویم دوم کانال و یوتیوب من آرامم کانال و یوتیوب نکی کم کم جنگرایم فیو دسترخوان زیبا شبای رحمانی فیو کانال و شبای رحمانی فردوس مومینوف همتون در شب خوش فیو رحمت فردوس سلامت باشین. خب ما هم خیر خوش میکنیم در همینجا و گفتنیتون هستم که thank you for watching تشکر برای اشتراک و تماشای این برنامه 40 سوال. تشکر از همتون برای اشتراکتون برای آمدنتون برای دستگیریتون و در اخیر مثل همیشه گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. سربلند و کامیاب و تمسیحت باشید. گاتویم چیده همه ویدیوهاتون افتر دوره دسترخوان رحمت افجان کانال و یوتیوب فیو ایشمورم گاتویم دوم چخیلی افتر دورن کانال و یوتیوب خواهی منم میرم سروشنه شیخ تجه افتر دورن تجه سمیه سلام علیکم سلام به همه. گاتویم دوم حاضرک ای کانال شما آمدم شما را ای کانال تاجیک در گرمانیا یافتم تانم. تجه سمیه مودم آبونا شوین اگر زحمت نشوه اگر آدمی نباشین فیو یا رحمت دسترخوان زیبا و کانال و فردوس مومین سلامت باشین فیو کانال و یوتیوب وای بای. خب فیو رحمت معلم شبای رحمانی سلامت باشین. گاتویم دوم افتار چیه خب کانال و یوتیوب خیلی موضوع از و تشکر بر شما نیز برای اشتراکتون برای آمدنتون کانال و یوتیوب مردم ای خنده را به ای افیرتون چی با که ای خنده را مردیم اون گپی نوجو زدیم یا که اون کار ناخوب کردیم کل سبب شب بگین ما هم قطیتان بخندیم. من بر وقت با شما هستم. تشکر تجه سمیه تشکر زیاد میندار هستین. کانال و یوتیوب کو بگین بعد افیره قطع کنیم که وقتونه خیلی گرفتیم. 2 ساعت شد از ساعت 8 سر کردیم 2 ساعت شد باز درس های ما هم سر میشن. درس زبان ترکی داریم فیو کم کم بیا زیغ نمیشه کانال و یوتیوب نه
بهترین بر ترساندیم ما گفتیم بچه چی گپ پیچیده است. خب حالا همه تین باشه خوب باشه، خداحافظی کنیم در اینجا خیرش کنیم چون که یک کورسی زبان ترکی داریم باز دوای اشتراک کنیم. کانال و یوتیوب دیگه اسپید کنم میام بهترین خیلی خوب و منتظرتونیم انشالله. دیلیا تیجه خیر استاد خوبای رحمانی سلامت باشین. اپای دیلیا تشکر برای اومدنتون و برای دستگیریتون. همیشه تن صحت خانواده باشین. خیر استاد شبای خوبای رحمانی تشکر اپای دیلیا تشکر. سلامت سربلند باشین. کانال و یوتیوب و من ترکی یاد نمیتی نصیب انشالله با قربی سر کردنی هستیم زبان ترکی در همین کانال خودمون انشالله سر کردنی هستیم برای آدمای نویادگیر زبان ترکی. فیو معلم کانال و خوب داشت اینقدر چق کردیم زیقش برآمد ای منتداری شای کانال ولا که تویم دوما از درس ترکیتون یکم جا میگیرم انشالله نصیب تشکیل کنیم جا یکم انشالله میگیریم. تیجه سمیه خیر خوش باشین. شبای رحمانی سلامت باشین که تویم دوما سلامت باشین. دوستان گرامی که با سر ما آمدن وضعیت ما به نهایت وزمین میشه و الکی آوازی داره با فکرم فهمیدین. خب در اینجا خیر خوش میکنیم و افیر قد میکنیم. اکی از این برنامه یکم براز افیر کردستیم که از گیجا قد میشه. ای درس های اولش خبر کنین میام بشوخی نصیب انشالله اول ماه اکتبر یا که آخر همین ماه درس ترکی هم سر کردنی هستیم. درس ترکی، درس روسی، درس انگلیسی از طریق دوسکا چخیلی که میبینیم با دوسکا شاید که سر کنیم. مثلا هم از دوسکا هم چخیلی که از دیده هستیم خیلی افیر از کتاب سر میکنیم انشالله. خیلی ما افیر خط میکنیم که رئیس آمدگیان باز وزمین مناقالتا کانال و یوتیوب خیر گتویم دوم مایلش در پناه الله باشین. هم کسا شما نیز در پناه الله باشین. تشکر.